سلام، به فصل اول آموزش مدیریت استراتژیک قسمت 4 خوش اومدید. ما در بی محتوا منابع معتبر رو بررسی کردیم تا این تحلیل رو تقدیم شما کنیم. خب امروز میخوایم بریم سراغ یه سوال خیلی مهم که ذهن هر مدیر یا صاحب کسب و کاری رو درگیر میکنه. همه فکر میکنن رشد کردن همیشه خوبه. درسته؟ بزرگتر شدن، شعبه‌های بیشتر، فروش بیشتر. اما آیا واقعاً اینطوره؟ امروز میخوایم یه استراتژی خیلی معروف به اسم یکپارچگی عمودی رو با هم بررسی کنیم و ببینیم چطور همین استراتژی که برای رشد طراحی شده میتونه یه شرکت رو به مرز فاجعه بکشونه و بعدش هم یاد میگیریم که راه هوشمندانه‌تر برای رشد چیه. خب اول از همه بریم سراغ خطرهای پنهان این مدل رشد، یعنی یکپارچه‌سازی عمودی. حالا این یعنی چی؟ خیلی ساده است. یعنی یه شرکت بیاد تامین کننده مواد اولیه‌اش رو یا کانال توزیع و فروشش رو بخره و مال خودش کنه. هدفش اینه که کنترل بیشتری روی همه چیز داشته باشه. اما این کار میتونه نتایج کاملا برعکسی داشته باشه. برای اینکه بهتر متوجه بشید، یه مثال خیلی ملموس بزنیم. یه شرکت ساختمانی رو تصور کنید که کلی برج و آپارتمان میسازه. برای فروش این واحدها با کلی مشاور املاک تو سطح شهر کار میکنه. سازنده میسازه، مشاورای املاک هم میفروشن. یه رابطه کاملا دو سر برد، یه همکاری کلاسیک. حالا فکر کنید یه روز اون سازنده با خودش میگه چرا سود فروش رو با بقیه تقسیم کنم؟ میرم دفتر فروش خودم رو راه میندازم. به این حرکت میگن یکپارچه‌سازی رو به جلو. خب به محض اینکه این کارو میکنه چه اتفاقی میفته؟ اون مشاورای املاک که تا دیروز رفیق و همکار بودن یهو میشن رقیب قسم خورده. دیگه ملک‌های اون سازنده رو به کسی پیشنهاد نمیدن. هیچ. تازه شروع میکنن به بدگویی کردن ازش. چرا؟ چون دیگه توی یه تیم نیستن، دارن با هم رقابت میکنن. این دقیقاً اتفاقیه که تو دنیای واقعی هم میفته. مثلا تو صنعت سرگرمی، وقتی شرکت‌های بزرگی مثل دیزنی سرویس استریم خودشون یعنی دیزنی پلاس رو راه انداختن، دیگه به نتفلیکس به چشم یه مشتری نگاه نمی‌کردن، به چشم یه رقیب جدی می‌دیدنش. برای همینم شروع کردن فیلم‌ها و سریال‌هاشون رو از روی نتفلیکس برداشتن تا همه رو بکشونن سمت پلتفرم خودشون. منطقشون هم این بود که چرا باید به رقیبم کمک کنم قوی‌تر بشه؟ خطر دوم حتی از اولی هم عجیب‌تر و پیش‌بینی نشدنی تره. ببینید وقتی شما سعی می‌کنید همه چیز رو خودتون کنترل کنید، ممکنه ندونسته یه نقطه شکست خیلی بزرگ و خطرناک برای خودتون درست کنید. یه نقطه‌ای که اگه از کار بیفته کل سیستم میخوابه. یه مثال کلاسیک از این موضوع اتفاقیه که برای جنرال موتورز تو سال 1998 افتاد. این غول خودروسازی برای اینکه خیالش از تامین قطعات ترمز راحت باشه، یه شرکت کوچیک تابعه برای خودش راه انداخته بود. این شرکت انقدر کوچیک بود که فقط 1% از کل درآمد جنرال موتورز رو تشکیل میداد، اما یه نقش فوق‌العاده حیاتی داشت. وقتی کارگرای همون شرکت کوچولو اعتصاب کردن، میدونین چی شد؟ کل خط تولید جنرال موتورز، این شرکت غول پیکر، از کار افتاد. چرا؟ چون هیچ شرکت دیگه‌ای تو دنیا اون قطعه ترمز خاص رو تولید نمی‌کرد. جنرال موتورز با این کار به جای اینکه ریسکش رو بین چند تا تامین کننده پخش کنه، همه تخم مرغاش رو توی یه سبد گذاشته بود. به این میگن تله ریسک مرکب. خب تا اینجا دیدیم که رشد کورکورانه و بدون فکر چقدر میتونه خطرناک باشه. پس راه حل چیه؟ چطور باید هوشمندانه تصمیم بگیریم؟ جواب اینه، باید بازار و رقبا رو دقیقاً از چشم مشتری ببینیم. برای این کار یه ابزار فوق‌العاده قدرتمند وجود داره به اسم ماتریس بررسی رقبا یا به اختصار CPM. البته قبل از اینکه این ماتریس رو بسازیم، باید یه چیز خیلی مهم رو مشخص کنیم. عوامل کلیدی موفقیت یا همون CSF. ببینید، این عوامل چیزایی نیستن که من و شما به عنوان مدیر فکر می‌کنیم مهمن. نه، اینا دقیقاً همون چیزایی هستن که مشتری‌ها تو تحقیقات بازار به ما میگن که براشون مهمه و بر اساس اونها تصمیم خرید میگیرن. قدم اول اینه که این عوامل رو لیست کنیم. مثلا فرض کنید ما در صنعت بانکداری ایران تحقیق کردیم و فهمیدیم که برای مشتری‌ها چیزایی مثل اعتبار و امنیت، کیفیت بانکداری الکترونیک، سرعت خدمات و نرخ‌های رقابتی از همه چی مهم‌تره. اینا فقط چند نمونه از 9 تا عامل کلیدی هستن که مشتری‌ها بهشون اشاره کردن. خب، حالا که لیست عوامل رو داریم،
باید ببینیم کدوم یکی از اینا برای مشتری مهمتره. برای همین به هر عامل یه وزن میدیم. این وزنها از نظرسنجی از خود مشتریا به دست میاد. مثلا اینجا میبینیم که اعتبار و امنیت با وزن 30% یعنی 30% مهمترین فاکتوره. اما زیبایی طراحی شعبه فقط 2% یا 2% اهمیت داره. یه نکته مهم، جمع کل این وزنها باید بشه 1. و میرسیم به قسمت آخر. حالا باید به هر کدوم از بانک‌های رقیب توی هر کدوم از این فاکتورها یه نمره از 1 تا 4 بدیم. 1 یعنی خیلی ضعیف، 4 یعنی عالی. این نمره رو کی میده؟ ما نه. مشتریا میدن. یعنی برداشت و نظر مشتریا چیه؟ بعد یه حساب کتاب ساده میکنیم. وزن هر فاکتور رو ضرب در نمره بانک میکنیم. در نهایت این امتیازها رو با هم جمع میزنیم. اون بانکی که امتیاز کلش از همه بالاتر باشه، یعنی از چشم مشتری، برنده میدون رقابته. خب، تا اینجا کلی عدد و رقم داشتیم. اما جادوی واقعی وقتی اتفاق میفته که این داده ها رو تبدیل به یه تصویر کنیم. اینجا پای نقشه ارزش به میون میاد. این نقشه به ما نشون میده که فرصت‌های استراتژیک واقعی کجا قایم شدن. این نقشه خیلی ساده است. روی محور افقی همون عوامل کلیدی موفقیت رو میچینیم، یعنی چیزهایی که برای مشتری مهمه. روی محور عمودی هم امتیاز عملکرد هر شرکت رو از 1 تا 4 میذاریم. وقتی امتیازهای یه شرکت رو روی این نمودار مشخص کنیم و به هم وصل کنیم، یه منحنی به دست میاد که بهش میگیم منحنی ارزش. این منحنی جایگاه استراتژیک اون شرکت رو توی بازار نشون میده. این رو ببینید. این منحنی ارزش بانک سامانه. کاملا مشخصه که این بانک روی چی سرمایه گذاری کرده. توی زیبایی شعبه و بانکداری الکترونیک نمره 4 گرفته، یعنی عالی. این زمین بازیه که بانک سامان برای خودش انتخاب کرده و تو ذهن مشتری‌ها با این ویژگی‌ها شناخته میشه. حالا یه رقیب دیگه رو به نقشه اضافه می‌کنیم. بانک ملی. منحنیش رو ببینید، کاملا متفاوته. بانک ملی توی اعتبار و دسترسی نمره 4 گرفته. این یعنی این دوتا بانک دارن توی دوتا زمین کاملا متفاوت با هم می‌جنگن. هر کدوم روی نقاط قوت خودشون تمرکز کردن و استراتژی متفاوتی دارن. و اینجاست که به مهمترین و هیجان انگیزترین قسمت ماجرا میرسیم. وقتی منحنی ارزش تمام رقبای اصلی بازار رو روی این نقشه رسم کنیم، یه چیز خیلی جالب می‌بینیم که توی بعضی از این عوامل کلیدی موفقیت هیچ شرکتی نتونسته نمره 4 بگیره. یعنی هیچ کس تو اون زمینه‌ها عالی نیست. به این میگیم خلأ ارزشی. دقیقاً همین خلاها، یعنی همین نیازهای مشتری که هیچ کس به خوبی بهشون جواب نداده، فرصت طلایی شما هستن. این خلاها جایی هستن که شما میتونید یه جایگاه استراتژیک خاص، قدرتمند و تقریباً بی‌رقیب برای خودتون بسازید. اگه یادتون باشه، تو مثال بانکداری، عواملی مثل سرعت، راحتی و نرخ‌های رقابتی از نظر مشتری‌ها خیلی مهم بودن. ولی هیچ بانکی نتونسته بود تو این زمینه‌ها نمره عالی بگیره. این یعنی یه فرصت فوق‌العاده برای یه بانک جدید یا یه بانکی که میخواد استراتژیشو عوض کنه و روی این نیازها تمرکز کنه. پس فرایند خیلی روشنه. اول با نقشه ارزش، خلاها یا همون زمینهای خالی رو پیدا می‌کنید. دوم، خیلی صادقانه از خودتون میپرسید: آیا من واقعاً توانایی این رو دارم که توی این زمینه بهترین باشم؟ اگه جوابتون مثبته، اون زمین بازی رو به عنوان جایگاه اصلی خودتون انتخاب می‌کنید و بعد تمام انرژی بازاریابی، محصول و خدماتتون رو روی این متمرکز می‌کنید که توی ذهن مشتری نفر اول اون زمینه باشید. این نکته آخر فوق‌العاده حیاتیه. شما باید توانایی واقعی برای دفاع از جایگاهی که انتخاب کردید رو داشته باشید. صرفاً شعار دادن کافی نیست. اگه ادعا کنید سریع‌ترین هستید ولی نباشید، اگه ادعا کنید راحت‌ترین هستید ولی نباشید، نتیجه عکس میده. مثل شعار معروف سایپا مطمئن که بیشتر از اینکه جایگاهی بسازه تبدیل به جوک شد. حرف زدن آسونه، عمل کردنه که جایگاه شما رو میسازه. خب، حالا نوبت شماست. به کسب و کار یا صنعت خودتون فکر کنید. به نظر شما کدوم نیاز مهم مشتری‌ها هست که هیچ کدوم از رقبای فعلی نتونستن به خوبی بهش پاسخ بدن؟ اون خلای ارزشی که منتظره تا شما برید و تصاحبش کنید چیه؟
این هم از تحلیل امروز ما. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. برای اینکه تحلیل‌های بیشتری از این دست ببینید و به یادگیری با ما ادامه بدید، یادتون نره که حتما کانال‌های بی‌محتوا رو توی یوتیوب و کست باکس دنبال کنید.